بیا حامله شو. من گفتم حامله که خیلی بده، من دوست ندارم، هیکلم به هم میریزه. و گفت نه، تو وقتی حامله بشی هورمونای بدنت کلا تغییر میکنه، هورمونای از هورمون دخترانه به زنانه منتقل میشی و هرچی مثلا غذا بخوری حالا هر چیز همون ناحیه ها میره و خیلی هیکل زنونه‌ای میشه. من گفتم نه، الان من دوست دارم هیکلم دخترانه باشه. بعد از زیر زبونش حرف کشیدم بیرون ببینم این چجور آدمی هستش. گفتم که خودت چند تا بچه داری؟ بچه‌ات بزرگن کوچیکن؟ نوه داری؟ چون خیلی سنش بالا بود. گفت آره نوه و همه چی دارم ولی اونا خارج از کانادا، اروپا زندگی میکنن. بعد گفتم تو خیلی بچه دوست داری؟ آره خیلی دوست دارم با یک کسی اوکی بشم، حاملش کنم و نینی داشته باشم. خیلی بیشور بود دیگه. بعدش رفتیم باش یه چند جای دیگه رفتم دیدم هیزه خیلی کلا دیگه. گفتم قید بیزینس هم زدم، بلاکش کردم، لاشی مادر جنده.